هنگامی که آقای احمدی نژاد مسائلی رو مطرح کرد و اون مورد حمله قرار گرفت، ما یک بیانیه دادیم، در اینترنت پخش کردیم و مطرح کردیم که ایشون ضد یهود نیست و صرفا ایشون نظریات امام خمینی رو دارن تکرار میکنن. ایشون برای یهودی ها تا آنجا که مربوط به مردم ایران می شود اجازه بدهیم آن چیزی که آقای خاخام وایس گفت، من با ایشون 100% موافق هستم که مردم ایران بایستی که راه خودشون رو ادامه بدهند و این رو كل ما شئت من الكفرة